برنامه سرگشاده است برای فامیل و آشنایان. یه لغتی انگلیسی زبان ها دارن به نام ایولوژی که حالا فارسیش یادگار یا یادنامه یا هر چیز دیگه‌ای که میگن. منظور کسیه که مرده، عمرشو داده به شما و حالا بعد از مرگش آدما میخوان یادی ازش بکنن. یادبود، این یه یادبودیه. این ویدیو یه یادبودی از پدرم ارسطو فرخ‌نژاد، متولد 1905 فکر کنم، 1305 شمسی فکر کنم، در کرمان توی یه خانواده زرتشتی، آقای ارسطو فرخ‌نژاد. نه حالا میگم این یه چیزی شبیه یاد بوده، به خاطر اینکه معمولا توی یادبودها یا به راست و معمولا به دروغ یاد خوب میکنن از اونایی که مردن. میگن آه چه آدم عالی بود، ماه حرف نداشت. خب در این حالتهایی که خب این واقعیت داشته، آدم عالی بوده که خب عالی بگین تا دلتون بخواد، ولی به نظرم نمیاد که کار خوبیه که آدما این ایولوژی رو فقط خوبیایی طرفو بگن، به خاطر اینکه آدمایی که در زندگی گند زدن اگر در یادبودشون دقیقاً مشابه آدمایی باشه که در زندگی گند نزدن، خب پس این چه فرقی داره؟ چون مردن که آدما یه دفعه قدیس نمیشن، چون مردن که یه دفعه آدما پسر پیغمبر نمیتونیم بگیم اینا پسر پیغمبر بودن، پسر پیغمبر شدن چون مردن. مثل داستان نیروهای نظامی، وقتی یکی عضو نیروی نظامیه وقتی میمیره بعد از مرگش یه درجه بالاتر بهش اهدا میکنن. رو مثلا چه میدونم ژنرال 1 ستاره بوده، بعد از مرگ میشه بهش میگن ژنرال 2 ستاره بود. یه ستاره یک رتبه بالاتر بهش میدن بعد از مرگ تو نیروهای نظامی همه جای دنیا. حالا این کار ما در رابطه با مردگانمون میکنیم که چه خوب بودن چه بد بودن. ما سعی میکنیم بگیم نه همهشون خوب بودن. fuck you، نه همهشون خوب نبودن. پدر ما موجود خوبی نبود، چنگیز خان نبود، آدم کش نبود، دزد و تا حدی که ما میدونیم اونقدر دزدی نکرده بود و جنایت و تجاوز هم نکرده بود، ولی مسئولیت با عنوان یکی از موجود مسئولی نبود، و مسئولیت، هر چیزی که مربوط به مسئولیت میشد، این پدری که ما داشتیم شونه از زیرش خالی میکرد و سعی میکرد یه جوری دره. یه مقدار از اینو البته میشه آدم، یه مقدار از این شخصیت پدرم رو میشه آدم بگه به خاطر محیط اطرافش و فرهنگ غالب بر ایران دونست که ایرانی‌ها کلاً حداقل این چند صد
این 1000 سال اخیر یا حداقل این چند صد سال اخیری که ما تاریخشو بهتر میدونیم، آدمایی که تو ایران بودن زیاد اهل مسئولیت نبودن، همه اهل ریاست بودن نه مسئولیت. همه سعی میکنن تو ایران که بگن نه به ما هیچ ربطی نداشت، اون تقصیر اونه، یا مسئولیت من نیست، مسئولیت اونه، من فقط رئیسم اینجا. هیچ کس تو ایران نمیخواد خودشو مسئول اون چیزایی که مربوط به خودش میده بدون میشه رو بدونه. خب این خاصیت اخلاقی تو کشورهای عقب مونده تر از ایران هم هست، تو قبایل عقب مونده تر از قبایل ایرانی هم هستش، قرشبیه قبایل ایرانی ها. بقیه جاهای تو خاورمیانه هم برین میبینین کمتر با آدم مسئول مواجه میشید. بگذاریم این پدر اونقدر احساس مسئولیت نمیکرد و اونقدر بی‌مسئولیت بود که از جمله مسئولیتایی که آدم انتخاب میکنه مسئولیت داشتن خانواده است. میگه آقا من دوست دارم خانواده داشته باشم، در اینچه ازدواج میکنم و آمیزش میکنم و تولید مثل میکنم چون دوست دارم خانواده داشته باشم. اوکی فاین، ولی یکی از اگر دوست داری همچی چیزی داشته باشی، مثل خانواده هم، مثل داشتن سگ، مثل داشتن اتومبیل، مثل داشتن هر کوفت و زهرمار دیگه ای، همراه با مسئولیته. اگه میخوای یه چیزی داشته باشی یه سری مسئولیت ها رو باید بپذیری. اگه نمیخوای داشته باشیشون اون بحث دیگه یه مسئولیتی هم قبول نمی کنی، نیازی نیست. ولی اگر میخوای یه سری چیزها رو تو این دنیا، تو این زندگی کوتاهمون، تو این کره خاکی، یه سری چیزایی اگه میخوای داشته باشی، صرف اینی که تولیدشون میکنی، میخوای داشته باشیشون، یعنی این که داری اعلام میکنی که من آماده پذیرش مسئولیت این چیزایی که میخوام داشته باشم هم هستم. از جمله این که شما سگ میخوای داشته باشیم، یا آقا من مسئولم راجب غذاش، راجب بهداشتش، راجب دوا درمون این سگ، من مسئولم. و یکی از راه‌هایی که مثلا ایرانی‌ها واقعا میتونن به بچه‌هاشون مسئولیت یاد بدن، کاریه که سفیدپوستا میکنن. و واقعا یه سگ رسمه بین خانواده‌های سفیدپوست که بچه‌شون که کوچیکه، بچه اولشون دومشون، باید هر بچه یه دونه سگ میگیرن برای این بچه‌شون مثلا میشه 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، یه طول سگ میگیرن میدن دست بچه، میگن آقا این سگ تو. بچه هم خودش میخواد، خب به خاطر زیبایی سگ و اینی که دوستی داشته باشه بچه، از اون نظر اون بچه سگ رو میخواد، همبازی داشته باشه. ولی خوبی اینی که این خانواده ها سگ رو به فرزندشون میدن، خواستش رو برآورده میکنن و یه طول سگی واسه بچهشون میگیرن. خوبی اون از این نظره که از اون به بعد مسئولیت سگ رو میدن به فرزند، میگن خب از این به بعد تو مسئول این سگی، مسئول غذاشی، مسئول این که ببری بیرون توالت بره، مسئولی که تمیزش نگه داری، بشوریش. و از بچه از 7 سالگی به بچه خودشون با وارد کردن یه سگ تو خانواده و دادن مسئولیت سگ به فرزندشون، از 7 سالگی به بچهشون مسئولیت یاد میدن. به بچه شیرفهم میکنن که این سگ رو میتونی داشته باشی اگه حاضر این مسئولیت ها رو قبول کنی. این کاری که خب کار خیلی سنجیده‌ایه که سفیدپوستا انجام میدن. خانواده ایرانی خب سگ حرام است و گربه هم که اصلا مسئولیتی نمیخواد، میاد میره
به عشق خودش هر کار دلش خواست میکنه. اونم پس اصلا نیازی نیست کسی ازش نگهداری کنه. نتیجه این که این خاصیت ایرانی ها، خاورمیانه، مسلمان ها کلن و خصوصا خاورمیانه، که این سنت تخمیه که سگ نجسه سگ نجسه، یکی از اون خاصه های فرهنگیه تو خاورمیانه در رابطه با سگ، که باعث میشه که این فرهنگ خاورمیانه از اون بچگی فرهنگ با مسئولیت بار نیاد. و همین یه قلم به نظر من، همین یه قلم مشکلی که خاورمیانه یا مسلمانای خاورمیانه با داشتن سگ تو خانواده دارن. یه مش آدم بی مسئولیت بار میارن. ببین وقتی چیزی تو مغزت میره از سن 6 سالگی 7 سالگی که تو مسئوله، یه چیزی کوچیکتر از خودت هستی مثل یه سگ، از بچگی وقتی این به تزریق میشه، تو مغزت تزریق میشه مفهوم مسئولیت، هرچند مسئولیت یه سگه، خب بالاخره مسئول، این باعث میشه که شخصیتت فرم بگیره، طوری فرم بگیره که یکی از فاکتورهای مثل مسئولیت کاملا ملموس شده برای شخصیت تو، کاملا جا افتاده. به خاطر اینکه در سن 7 سالگی 8 سالگی 6 سالگی مسئولیت یه موجود دیگر رو بهت دادن، گفتن حالا این کارا رو با ازت میخوایم انجام بدیم. حالا چرا این صحبت دارم میکنم؟ به خاطر اینکه دیدم خیلی از بیشتر ایرانی‌ها، از جمله بیشتر ایرانی‌ها، پدر خودم، عموهای خودم، داییای خودم، کسایی که دور و برم میبینم، تعداد خیلی کمی واقعا مفهوم مسئولیت رو درک میکنن. فکر میکنن میتونن داشته باشن اون چیزی که میخوان، ولی کلن پرتن از این موضوع که این چیزی که میخوان همراهش یه سری مسئولیت ها داره. آیا حاضری اون مسئولیت ها رو از قبالشون بر بیای، یا فقط یه چیزی رو میخوای بدون اینکه هیچ علاقه‌ای داشته باشی که مسئولیت خودتو در رابطه با اون چیزی که میخواستی و بتونی بعداً ایفا کنی؟ چرا اینو دارم میگم؟ پدر ما مثل بقیه، خیلی از بیشتر اکثریت جمعیت ایران، اکثر پدرای زرتشتی که من میشناسم، اطرافم میشناختم و میشناسم، اصلا این اهل مسئولیت نبود. باز میگم بیشتر، اگه شما جز اون درصد کمی هستین که خودتون یا پدرتون، جدتون آدمای با مسئولیتی بودن، اگه شما جز اقلیت هستین، اگه واقعا موجود مسئولی هستین، ایرانی هستین و موجود مسئولی هستین، ایرانی ها معمولا مسئول نیستن. همین پشت هم اندازیشون و قالتاق بودنشون و دروغگوییشون و خودخواهیشون و همه اینا فاکتورایی که نشون میده طرف مسئول نیست. خود خودخواهی نشون میگه طرف احساس مسئولیت نسبت به خانوادهش یا برادر خواهرش یا بچه هاش یا پدر مادرش یا جامعهش یا فامیلش احساس مسئولیت وقتی نمیکنه بهش میگن خودخواهه. این همه اینا همشون زیر مجموعه احساس مسئولیته. و وقتی شما به اخلاقیات آدمای ایرانی نگاه میکنی، به خصوص و اخلاقیات آدمای مثلا خاورمیانه، شاید جنوب آسیا، هند و پاکستان هم همینطوره، هیچ کس احساس مسئولیت نمیکنه. هیچ مسئولیتی، همه میخوان ولی هیچ کس احساس نمیکنه خب این چیزی که میخوام یه سری مسئولیت هایی داره. آیا حاضرم وقت بذارم و مسئولیتم رو به صورت کامل ایفا کنم، نقشم رو به عنوان مسئول به صورت کامل ایفا کنم؟ نه، اصلا همچی برنامه‌ای نیست. بذار بگم راجع به پدرم، ارسطو فرخ نژاد.
این یارو، این بابا ازدواج کرد و بچه دار شد. اولا یه قلم که من در سن 50 سالگی این بابا به دنیا اومدم به عنوان فرزند سوم ایشون، 11 سال بعد از فرزند دومش. ما 3 تا خواهر برادریم، یه خواهر که 13 سال از من بزرگتر بود و یه برادر که 11 سال از من بزرگتر بود. یکی نیست به یکی. و اینا هم مخصوصا خواهرم هیچ وقت موجود آروم و نرمالی نبود که بگیم مثلا این داشت که وقتی زمانی که داشته بزرگ می شده همه چیز به آرامش پیش رفت و نرمال پیش رفت و خیلی برای مثلا پدر ما انرژی باقی مونده بوده چون خواهرم زیاد انرژیشو نگرفته بوده. این خب این دروغه. خیلی موجود عوضی و خودخواهی بود خواهر من و انرژی همه رو کامل میگرفت. چطور حالا این آدم احمق که پدر من باشه به این نتیجه برسه که من در سن 50 سالگی میتونم از مسئولیت یک فرزند جدید هم بر بیام در سن 50 سالگی؟ خب این قدم اول که نشان دهنده عدم شناخت از مسئولیت‌های خودش بود. آقا 50 سالته، بچه اولت اونقدر آشغال بارش آوردی که تمام انرژی همه رو از جمله تو رو داره میگیره. نداری در سن 50 سالگی دیگه هر وقت برای کسی دیگه چیز دیگه بذاری. چرا یکی دیگه تولید میکنی؟ مسئولیتشو به کی قراره؟ کی مسئوله در قبال این اگه تو انرژیشو نداری؟ خب این که نشون داد که عدم مسئولیت. اوکی فاین. تا بعد بریم از اولین چیزهایی که من یادم میاد این بود که من پدرم و ارسطو فراخ‌نژاد هیچ وقت نمیدیدم. خیلی کم در طول شبانه روز میدیدم. این صبح بلند میشد و حالا برگردیم بگیم که این آدم مثلا خیلی اهل کار بود و خیلی میرفت شرکت داشت و تولید کارخونه داشت و اصلا نه اصلا اینجوری هم نبود. پدر ما بیکاره بود، کارمند بود. مثلا به خودش میگفت من حسابدارم، ولی در اصل خب یه حسابدار خیلی پیش پا افتاده بود از این نظر که تحصیل حسابداری نکرده بود. میرزا بنویس بود، عددا رو جمع و تفریق میکرد، حساب واسه یکی دیگه نگه میداشت، حساب پولای یکی دیگر نگه میداشت. به قول چیز میگن CPA Certified Personal Accountant. یه CPA خیلی ساده ای بود و یه نون بخورنمیری هم در می آورد از این راه CPA و از راه مثلا خرج نکردن سعی میکرد یه قرونشو بکنه 2000. پول بخورنمیری از راه CPA در می آورد و با امساک سعی میکرد یه قرونشو بکنه 2000. امساک در حق خب بچه های خودش دیگه. امساک در حق کی؟ در حق زنش، در حد بچه هاش. این بابا 2 جا این حسابداری رو میکرد. حسابدار 2 نفر آدم بود. یه جایی بود که یارو خودش خارج از کشور بود، چند تا ملک تو تهران داشت که این ملک ها مثلا ملک های اجاره‌ای بودن و پدر ما فقط رسما کارش این بود که حساب این اجاره های اینا رو نگه داره و این پولا رو بفرسته واسه یارو تو حسابش، حالا خارج از کشور داخل کشور من چه میدونم. این حسابا رو نگه داره، این پولا رو جمع بکنه و واریز کنه به حساب یارو با عنوان Certified Personal Accountant or
something similar. از اون طرفم یه جای دیگه هم حسابداری میکرد واسه مغازه، یه بابای دیگه هم حسابداری میکرد، اون واسه اون حساب سازی میکرد. یعنی اینکه برای اینکه یارو کمتر مالیات بده، پدر ما دفتراشو دو سری دفتر نگه میداشت. یه سری دفتر که به ممیز مالیاتی دولت نشون میداد که ببین ما درآمدی نداشتیم، و یه سری دفتر هم به چیز نشون میداد، برای حسابای خود طرف نگه میداشت که چقدر سود کرده چقدر ضرر کرده. به اینا میگن حسابساز. اینم کلن شما وقتی داری میگه واسه یه مغازه یه چوسویی و واسه یه دونه یه بابایی که چند یه مقدار ملک داره اجاره داده و این اجارهاشو جمع میکنه، جمعاً میشه گفت این بابا 2 ساعت در روز کار داشت. پدر ما جمعاً 2 ساعت در روز کار داشت. 1 ساعت 1 ساعت و نیم صبح، 1 ساعت 1 ساعت و نیم هم بعد از ظهر. مثلا 2 جا کار میکرد مثلا. ولی پدر من کسی بود که از 7-8 صبح میرفت بیرون، از 7 صبح میرفت بیرون، مثلا که خب همون زمانی که بود که منو میفرستادن مدرسه. اوکی، این رفت مدرسه، ما صبح مثلا در حد 5 دقیقه پدره رو میدیدیم. این میرفت مثلا کار، 1 ساعت 1 ساعت و نیم کار داشت، ولی از 7 صبح تا مثلا 1 بعد از ظهر اونجا بود. مثلا 12-1 میومد خونم و غذاشو میخورد، غذایی که مادرمون میپخت این میخورد، چرتش هم میزد. همچین که ما هم داشتیم از مدرسه میومدیم خونه، میرسیدیم خونه، این فلنگو میبست برای کار دومش. مثلا از 5 همون موقعی که ما میرسیدیم به خونه، این 4:30-5 فلنگو میبست، میرفت مثلا به کار دومش تا ساعت 8:30-9 شب برمیگشت، که اونم دیگه خب دیگه ما داشتیم خمیازه میکشیدیم، مثلا قرار بود بخوابم دبستان بریم، دبستان بریم، راهنمایی، بچه بودیم. یعنی به عبارت دیگه این در روز 2 ساعت کار میکرد، ولی یه چیز حدود 10 ساعت 12 ساعت در روز غایب بود از خونش. به اون اضافه میکنی 8 ساعتی که 7 ساعت 8 ساعتی که میخوابید. و یادمه خیلی قشنگ تو ذهنم هستش که این بعد از شام 8:30-9 میومد. حالا ما چه شام با هم میخوریم، چون ما شامونو خورده بودیم، اون میومد تنهایی میخورد. بعد تازه میرفت یه نیم ساعتی هم مثلا مادرم آسم داشت تو خونه، نمیتونه سیگار بکشه، میرفت یه ساعتی هم تو حیاط سیگار میکشید. یعنی حالا ما هم مثلا تو خونه نشستیم داریم تلویزیون میبینیم یا هر چیز دیگه، این یه ساعت هم میرفت تو حیاط، بعدش هم میومد میرفت میگرفت میخوابید. حالا یا نه میومد مینشست یه ساعتی هم روزنامه میخون، که ما تو اون 1 ساعت 1 ساعت و نیمی هم که ایشون روزنامه میخون ما قرار نبود اذیتش کنیم، اصلا صحبتی باش بکنیم، چون در روزنامه میخونه. basically بعدش هم که خب ما خواب و اونم خواب و تمام شد رفت. هفته میرفت، ما 2 کلام از این پدرمون نمیشنیدیم، حرف مکالمه صداشو. هفته میرفت، ما صدای این پدرمون رو نمیشنیدیم. اصلا اتوماتیک کار خودشو میکرد، انگار مجرده. میرفت 1 ساعت کار میکرد، 1 ساعت و نیم کار میکرد، ولی 6 ساعت 7 ساعت مینشست پشت میز با خودکاراش بازی میکرد. من سالها بعد چند دفعه میرفتم دنبالش که از دفتر برش دارم، سر رام بود مثلا با هم بیایم خونه، میرفتم متوجه میشدم که
کاری نداره اونجا، با خودکاراش داره رو میز بازی میکنه، یه ذره با این همکارش صحبت میکنه، یه ذره با خودکاراش بازی میکنه، یه ذره بلند میشه میره چای درست میکنه، چای میخوره، میره میشاشه، بر میگرده، میره رو بالکن سیگاری میکشه. یعنی این آدم، پدر ما ارسطو فرخ-نژاد، این خدا نیامرز ترجیح میداد بره پشت یه میز تخمی با یه مش آدم چون ناشور بیشینه حرف بزنه 6-7 ساعت، ولی با خانواده خودش نباشه. بعد دوباره اون صبحش بود، بعد دوباره 6-7 ساعت بره توی سوراخی دیگه، حالا مغازه‌ای هم که میرفت تو خود مغازه نمیرفت، بلکه یه اتاقی اون مغازه طبقه دومش داشت، این میرفت تو اتاق دوم حسابداری میکرد، ملا بنویسی میکرد، اونم دوباره یه ساعت و نیم کار داشت. بقیه مدت مینشستن با این صاحب مغازه گپ میزدن، من چه میدونم چیکار میکردم. ولی منظور اینه که این، حالا میشنوی، من همیشه فکر میکردم که خب پدرای بد پدرایی هستن که مثلا صبح که میرن سر کار، بعدش هم شب میان میرن عرق خوری و قمار و نمیدونم خوشگذرونی و یا مثلا تو سیستم غربی اینایی که نمیدونم صبح میرن سر کار و بعد از ظهر هم میان میرن توی باری میشینن و به خانوادهشون نمیرسن و فلان اینا. پدر ما تو ایران بار نداشتیم، قهوه خونه هم اون طوری که اینا تو قدیما بود، بعد از انقلاب دیگه قهوه خونه هم نبود. ولی باز این پدر ما یه راهی پیدا کرده بود که تو خونش نباشه. انگار فکر میکرد که در کمال خودخواهی تو من که آقا من راحت ترم اینجا، در اینچه میام اینجا که قرار نباشه با بچه های خودم سرکله بزنم، باهاشون حرف بزنم، حتی یه حرف عادی، حرف معمولی، حالشون رو بپرسم، از روزشون بپرسم، از اطلاعات خودم بهشون بدم، از اطلاعات اونا بگیرم، مشورت کنم، مکالمه کنم. اصلا اگه تو بگی این، و اینم بعدها من متوجه شدم که این واقعا نمیخواست حرف بزنه و این روش کار کردنم، این نوع کاریه که در پیش گرفته بود، مخصوصا به خاطر این بود که نمیخواست مکالمه کنه با خانوادهش، نمیخواست اصلا تماسی داشته باشه. بعدها متوجه شدم به خاطر اینکه بعدها پیر شده بود دیگه، خب حالا یه ذره بیشتر، مثلا بعضی موقع صبح نمیرفت سر کار، بعضی موقع بعد از ظهر نمیرفت سر کار. اون موقعی که بعد از ظهر نمیرفت سر کار دیگه پیر شده بود، مثلا 75 سالش شده بود. کار که چه عرض کنم، یه چند بار بهش گفتم که خب بابا چرا بازنشسته نمیشه و فلان اینا. برگشت گفتش که خیلی ساده، برگشت راستشو گفت والا من کاری که نمی کنم، دارم میرم اونجا پشت میز میشینم، اینجا هم میشینم، حوصله‌ام سر میره، میرم اونجا میشینم. آخر سر در سن مثلا یه عمر تلف کرده بود، با خانوادهش نبود. آخر سر در سن 70 سالگی راستشو میگه که واقعا کاری نمیکنم اونجا، میرم میشینم اونجا و تخمان بازی میکنم. خب بعد تو میشینی فکر میکنی، میگه خب یعنی بچگی من، بچگی برادرم، بچگی خواهرم تو ترجیح میدادی با بچه هات نباشی، بچه هاتو نشناسی، اون چیزایی که بلدی به بچه هات یاد ندی، با بچه هات مکالمه نکنی، ارتباط برقرار نکنی، ترجیح میدادی این کارا رو نکنی، بری تو دفتر بشینی با خودکارات رو میز بازی کنی، با یه خودکاری، با یه
تسبیحی، با یه مدادی رو میزت بازی کنی 600 700 عمرتو بگذرونی؟ با زنت نباشی، حرف نزنی، گپ نزنی، مشورت نکنی، بری با یه مش چون ناشور تو دفتر بشینی با خودکارات بازی کنی و کسشر بگی؟ بعد اون صبح بعد در ضمن یه کار دیگه هم پیدا کنی بعد از ظهرت بری دقیقا همین کار رو یه جای دیگه بکنی، بشینی با خودکارات بازی کنی رو میزت و کسشر بگی با یه الاغ دیگه ای، ولی با خانواده نباشی. مهم با خانواده نبودنه. و همه اینا جمع میشه. خلاصه جریان اینه که همه اینا جمع میشه که آدم آخرش برمیگرده میگه خدا نیامرزتت مردی که یه چند تا آدم رو راه به این دنیا میدی، تولید مثل میکنی، بعد سعی میکنی تا اونجایی که میتونی نباشی با خانوادت. و اینم پدر خودم از نزدیک شاهد زندگیش بودم، 30 سال شاهد زندگیش بودم از نزدیک. از یه مقدار به صورت در کوتاه مدت هم شاهد همین رفتار از عموام بودم، یکی از عموام بیشتر از اون یکی، ولی کلا در کل یه حالتی این مردای ایرانی دارن که کاملا بی‌مسئولیت نسبت به خانوادهشون. خیلی ها دیدم، حالا میگم مردای ایرانی، والا داری میبینی دیگه، تو جامعه هم داری میبینی که چقدر آدم ها تو ایران احساس مسئولیت میکنن. ایرانی ها کلا حتی خارج از ایران چقدر بی‌مسئولیت هم، خودخواه، عوضی، دروغگو، قلدر، اینا همش اینا از فراورده های بی‌مسئولیتیه دیگه. اصلا دزدی کردن از اون شاخصه اصلی بی‌مسئولیتیه که یعنی شما خودتو مسئول نمیدونی نسبت به جامعت، که سعی کنی جامعه یه مقدار استرسش بیاد پایین به خاطر اینکه دزد کمتره توش. شما دزدی میکنی میگی کاسنانه جامعه حالا گیرم استرسش بره بالا، من به اون چیزی که میخوام برسم. دروغ میگی تمام مدت. ایرانی‌ها بودن که ایرانی‌ها رو بیشتر با تعداد دروغی که در دقیقه میگن میشه شناخت. طرف ایرانیه داره چه میدونم 15 تا لغتش 15 تا جملهش 10 تاش دروغه، از دقیقاً 1 دقیقه 10 تا دروغ گفت. ایرانیه، خاورمیانه‌ایه. منظور اینه که خب این آدمایی که این شخص خوشگذرونی نکرد پدر من ارسطو فرخنژاد، ولی احساس مسئولیت هم نمی‌کرد، کار خاصی هم نکرد، احساس مسئولیتی هم نکرد. حالا یکی هستش یارو میگه چونم شرکت داره، کارخونه داره، مسئولیت 50 نفر آدمو داره، مسئولیت 100 نفر آدمو داره، مسئولیت 2000 نفر آدمو داره. بابا یه تعدادی هستن مثل پدر من اصلا مسئولیت 3 تا 4 نفر آدم هم نمیخوان داشته باشن، نمیتونن از مسئولیت 4 نفر آدم، 3 تا بچه و یه زنشون از مسئولیت 4 نفر آدم نمیخوان بر بیان، نمیخوان تماس داشته باشن با اینایی که مسئولشونن. ببینیم میگم نمیخوان تماس داشته باشن، شما خانواده داشتن مثل زدن یه شرکته، زدن یه بیزنس. شما یه بیزنس زدی که بیزنسش، کار این بیزنس تولید مثله. تولید مثل یک کالای خوب دیگه، یه فرزندی میخوای بزرگ کنی که این جنس خوبی باشه. یه شرکتی زدی که یه کالایی تولید کنی که به درد یکی حاضر باشه 2000 بده بابت این کالا. خیلی شبیهن خانواده داشتن و شرکت داشتن، بیزنس داشتن، خیلی شبیهن.
از خیلی نظرها. شما شرکتی که بالا سرش نباشی به گا میره. شرکتی که شما بالا سرش نباشی به گا میره، چون به خاطر اینکه کارمندات شروع میکنن بیکارگی کردن، دعوا کردن، همه کار میکنن الا کار کردن، به خاطر اینکه سیستمیه که مسئولش بالا سرش نیست. و وقتی نگاه میکنی میبینی دقیقا همین جوره. اون پدرایی که به خانوادهشون به چشم یه شرکت نگاه کردن، به عنوان یک ساب شرکت دلسوز با خانواده هاشون برخورد میکنن، اینا همیشه فراوردهشون که اون فرزندانشون باشه کم و بیش خوب از کار در میان. خوب که یعنی حداقل رابطهشون با خودشون خوبه، اتحاد دارن، حداقل اینا اعصابشون راحته، زندگی های کم دغدغه تری در پیش میگیرن. قشنگ معلومه با خودشون مشکل ندارن. ولی خانواده هایی که قشنگ میبینی پدر مادرهایی که مسئولیت نشون نمیدن، میبینی که از فراورده هاشون و ناراحتی هایی که این فراورده به وجود میاد نشون میده که آقا این پدر مادر قشنگ معلومه که احساس مسئولیت نکردن، نفهمیدن که وظیفه‌شون اینه که مسئولیت به خرج بدن و یک فرزندان درست حسابی بار بیارن. و زیاد دیدم، زیاد همجور که خودتونم دورتون نگاه کنین، ایرانی‌ها خیلی خیلی کم احساس مسئولیت میکنن. پدرهای ایرانی، خانواده‌های ایرانی خیلی کم احساس مسئولیت میکنن. و من در رابطه با خودم که شاهد بودم هیچ، ولی قشنگ اون شخصیت زننده‌ای که مثلا خواهر من داره و داشته، خب نشون دهنده این که این اصلا واقعا هیچ گونه نه آدم مسئولی بالای سر خواهر من بوده، نه آدم مسئولی بالا سرش بوده. در نتیجه خواهر من خودش یه آدم بی‌مسئولیت بار اومده. میگیم برمیگردیم اونجا که آدمای خودخواه، آدمای دزد، آدمای خائن، اینا همه از شاخصهای بی‌مسئولیتیه. شما تا بی‌مسئولیت نباشی خائن نمیشی. باید احساس بی‌مسئولیتی کنی که خیانت کنی، باید احساس بی‌مسئولیتی بکنی که دزدی بکنی، باید احساس بی‌مسئولیتی بکنی که خودخواه باشی. همه اینا برمیگرده به احساس مسئولیت نکردن. همه این فاکتورهای بد شخصیتی برمیگرده به این که طرف اصلا احساس مسئولیت نمیکنه نسبت به هیچ کس و هیچ چیزی غیر از خودش. مثلا یکی دیگه از چیزهایی که این پدر احمق ما، خدا نیامرز، واسش مهم بود این بود که واسش افتخار آفرینی بکنیم. ما به عنوان فرزندانش واسش افتخار آفرینی بکنیم. اصلا آدم در اول خب به نظر زیاد غیر عادی نمیاد، به نظر زیاد چیز بد نمیاد که خب برو خب افتخار چیز خوبیه. ولی اینی که جنبه بدبستونی داره، جنبهش اینه که آقا من این پولو میدم که بعد تو یه چیزی واسه من بیاری که من بتونم افتخار کنم بهش. جنبه تبادلی داره، جنبه چیزی تجارتی بهش دادن ایرانی ها. خب و اگر شما داری این نشون نمیده که شما احساس مسئولیت میکنی زمانی که قشنگ داری میگی که من مثلا
مثلا این پولو که دارم میدم به خاطر اینکه میخوام بتونم از این یه استفاده‌ای بکنم و اونم اینه که تو باید این عمل انجام بدی که من بتونم افتخار کنم. یعنی اون پوله داده میشه به صرف اینه که کالای افتخار خریده بشه. پول داده میشه صرف اینی که کالای افتخار خریده بشه. یعنی به عبارت دیگه وقتی اجبار میکنه که آقا من این پولو میدم که تو افتخار آفرینی بکنی واسه من، در اصل پولو خرج تو نمیکنه، اون پدر داره خرج خودش میکنه. احساس میکنه که خب آقا من این شرط رو میذارم رو میز، این پول رو میذارم رو میز که ببینم باهاش میتونم افتخار بخرم از طریق فرزندم. خب خیلی از پدرای ایرانی اصلا سیستم اینه، تو فکرشون سیستم اینه که آقا باید من دارم پوله رو میدم، یه چیزی میخوام در قبالش ازت. با فرزندانشون همش هیچ اصلا احساسم فکره اینطور نیستش که آقا من این پولو میدم چون مسئولم در رابطه با فرزندم، من این مسئولیت رو قبول کردم، این مادقبه رو به دنیا آوردم، در اینجا مسئولم که نه تنها پوله رو بدم بلکه باش حرف بزنم، بلکه باش مشورت کنم، بلکه باش همفکری کنم، بلکه باش وقت بگذرونم، وقت بذارم. اصلا این سیستم این نیست. نه واسه پدرم اینجوری بود، نه واسه بیشتر عموام اینجوری بود، هیچ کدوم از عموام اینجوری بود، نه واسه هیچ کدوم از داییام اینجوری بود. اصلا اگه تو بگی اینا میفهمیدن، تعطیل همه اصلا در کمال بی‌مسئولیتی و در کمال خودخواهی فکر میکنن که اگر بچه دار میشن این یه وسیله‌ایه که مثلا حالا اونا ببینن چی از کنار این تولیدی که کردن، چی از کنار این چی در میاد واسه شون، افتخاری در میاد، نمیدونم جایزه نوبلی در میاد، نمیدونم چیره خری در میاد که بتونن اینا مثلا پولشو دادن حالا بتونن بهش افتخار کنن. باز برمیگردیم به بی‌مسئولیتی، باز برمیگردیم به احساس مسئولیت نکردن ایرانی‌ها. بچه دار میشه به خاطر خودش، نه به خاطر اینکه خب آقا بچه دارم که میشه احساس مسئولیت نمیکنه که این وظیفه من نسبت به فرزندم، بلکه فرزند رو با حال خودش میذاره. بعد سالیان بعد انتظار داره این فرزنده مسئولیت داره که نه تنها افتخار آفرینی کنه بلکه مثلا در سن بالا هم از پدر مادره نگهداری هم بکنه. فهمایی که آقا ما تو رو زمانی که بچه بودیم و ما نیاز داشتیم با معاشرت با تو پدر، تو نبودی، میرفتی قایم میشدی، میرفتی توی دفتری مینشستی روی میزت با خودکارات بازی میکردی، تا ترجیح میدادی اون کار رو بکنی تا بیای با فرزندانت صحبت کنی. اون وقت در سن بالا انتظار داریم ما مثلا بیایم با تو معاشرت کنیم. یادم در پیرتر که شده بود بعضی موقعی که بعد از ظهر نمیرفت سر کار، منم خونه بودم کاری نداشتم، بعد از ظهر از سربازی برمیگشتم یا از دانشکده می اومدم یا سربازی می اومدم خونه، اومدم بعد از ظهر اگه کاری نداشتم بعضی موقع می نشست میگفت بیا یه دست تخته بزنیم. اوک میرفتیم یه دست تخته میزدیم. منتها قرار بود این تخته‌ای که ما بازی میکنیم در سکوت انجام بشه. اگر من مسئله رو پیش میکشیدم و راجبش میخواستم باش صحبت کنم، سریع میگفت اوکی من باید برم، بلند میشد میرفت. اصلا میموندی اصلا تو مایی که یعنی قشنگ میخواست
مشخصا بگه که آقا تو خونه من اگه نشستی با من داری تخته بازی میکنی حرف نباید بزنی، ولی من پا میشم میرم. خودش هم میگفت آقا حرف میزنی من میخوام پاشم، من پا میشم میرم. و یه ورق بازی کنیم، اوکی ورق بازی میکردیم. آقا اگه حرف بزنی من پا میشم میرم. شما نمیدونم خیلی از پدرها دیدم، مثلا عموام هم دیدم، یکی از فامیلامون اونقدر طرف بی‌مسئولیت بود که در سن پایین بعد از ازدواج مشروب خورد، رفت تصادف کرد، مرد، بچه هاشو بی پدر گذاشت. اینا همش از بی‌مسئولیتی آدم ها برمیگرده. آقا شما بچه دار میشی، با بچت نمیخوای حرف بزنی، نمیخوای مکالمه کنی، میری با یه مش آدم چون ناشور میشینی توی دفتری با خودکارات بازی میکنی، اون یکی میره مشروب میخوره، میره تصادف میکنه، میمیره، بچه هاشو بی سرپرست میذاره. اون یکی عمومون دکتر بود، میرفت اونم از 7 صبح میرفت ساعت 8 شب برمیگشت یه ضرب، اون دیگه ظهرم نمیومد، نمیرفت خونهشون که زنشو ببینه، اون از 7 صبح میرفت تا 8 شب 9 شب. پدر ما تازه این برنامه هفتگانش بود، یه کاری هم برای خودش پیدا کرده بود. جمعه ها، پنجشنبه بعد از ظهر و جمعه ها یه باقی هم بود اون سر دنیا تو شهریار بود که اینم جمعه هاش هم میرفت اونجا، معمولا هم تنها، یا اگر ما میرفتیم هم ما رو هم همراش میبرد اونجا، ما با هم نبودیم، اون میرفت دنبال خودش، ما قرار بود تنها پرسه بزنیم، خانواده قرار بود با خودشون باشن، ایشون برای خودش. خلاصه جریان این ارسطو فراخ‌نژاد که پدر ما بود دوست نداشت حرف بزنه با خانوادش، به هیچ عنوان، نه اطلاعات بده نه اطلاعات بگیره. خب شما تقصیر اینی که مثلا خواهر ما، اینجا برمیگره اونجا که حالا راجب خواهرم، مثلا خواهرم از سن پایین از این کیر بچه مسلمون میپرید رو اون کیر بچه مسلمون، از رو کیر اون بچه مسلمون میپرید رو کیر این بچه مسلمون. از سن 18 سالگی با بچه مسلمان ها میرفت، با خانوادهشون میرفت گردش تو مسافرت با خانواده غریبه. بچه مسلمان ها، دختر زرتشتی با خانواده بچه مسلمان میرفت مسافرت که تو سفر بتونه کیر بچه مسلمان رو ساک بزنه. و به ما هم میگفتش که این سفر دانشگاهیه، با بچه ها داریم میریم، با هم کلاس ها داریم میریم، در از فقط با هر دفعه با یه بچه مسلمانی میرفت کیرش ساک میزن. خب شما کسی میتونه برگرده بگه خب چرا مثلا این کار اینجوری زندگی میکرد؟ بعد از اون طرف خیلی عذابای خیلی زیادی مثلا خواهر من سر خانواده ما آورد، میومد از ما میدزدید، رسما از ما میدزدید، میرفت با بچه مسلمان ها تقسیم میکرد، از خانواده ما میکند، میرفت با یه مش آشغال مسلمان تقسیم میکرد. به خاطر اینکه خب به نظر کاملا مشخصه که خواهر من به خاطر این احساس بی‌مسئولیتی پدر من، اصلا خواهر من خودشو جزء مجموعه ما نمیدونست. خواهر من کسی بود که من 5 سالم بود خواهرم با لگد منو میزد. خیلی باید آدم متنفر، مثلا خواهرم 18 سالش بود وقتی من 5 سالم بود، مثلا 19 یا 20 سالش بود وقتی من 6 7 سالم بود، 13 سال اختلاف سنی دیگه، خواهر و برادرم. آقا اینا با لگد منو میزدن، با لگد. فکر کن آدم یه بچه 5 ساله، برادر خودش هم نباشه، آدم از دلش نمیگه بچه 5 ساله رو 6 ساله رو وقتی 13 سال ازش بزرگتره از دلش آدم نمیاد با لگد بزنه، چیزی نداره برای زدن. یه ریغو بچه هست اون وقت با لگد میزنینش. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه
وقتی رئیس شرکت، پدر خانواده، نخواد با کسی توی این خانواده ارتباط برقرار کنه، اعضای این خانواده احساس خانواده بودن ندارن، پیدا نمیکنن. مثل اعضای یه شرکتن که هیچ وقت رئیس شرکت اونجا نیست، اون اعضای شرکت هیچ وقت احساس اتحاد بهشون دست نمیده. احساس اینی که آقا ما برای این شرکت داریم کار میکنیم و نمیدونم باید تلاش خودمون رو بکنیم فلان بشه، نه. اون فقط در حالتی اتفاق میفته که رئیس شرکت هر روز اونجا باشه، هر روز با این کارمنداش در تماس باشه، هر روز ببیندش، هر روز حرف کارمنداش و کارگراش رو بشنوه، هر روز ترتیب اثر بده نسبت به حرفشون و نظرشون، یا حداقل باشون مشورت کنه و بهترین نتیجه رو از صحبتاشون و مشورتاشون بگیرن و بهترین راه ها رو انتخاب کنن. این تنها در رابطه با ارتباط به وجود میاد. این یه ارتباطی که شرکت رو میسازه، ارتباطی که خانواده رو میسازه، مکالمه است که خانواده رو میسازه. این خارکوسایی که ما دیدیم اصلا نمیخوان با خانوادهشون باشن، انگار ازدواج میکنه فقط برای کس، ازدواج میکنه برای اینکه سکس داشته باشه. حالا هرچی در اومد منتظر میشیم ببینیم اون که در اومده تو کس زنمون میتونه واسمون افتخار بیافرینه یا نه. من مسئولیتی نسبت به اون چیزی که تو کس زنم میاد ندارم، در میاد ندارم. من مسئولیتی نسبت به اون ندارم، ولی اون مسئوله که افتخار آفرینی بکنه واسه من. این پرسپکتیو یه مرد ایرانی نسبت به بچه‌هاش، ببخشید اکثریت مردان ایرانی نسبت به بچه‌هاشون. نه، هیچ نمیتونه آدم ایرادی بگیره از اینکه خواهر من، هیچ کس نمیتونه ایرادی بگیره از اینکه خواهر من چرا دزد شد، فاحشه شد، خائن شد، آدم فروش شد، زیرآبزن شد. اصلا متنفر از خودش بود، متنفر از خانوادهش بود، بچه برادر 5 سالش رو با لگد میزد. هیچ کس نمیتونه ازش ایراد بگیره، به خاطر اینکه خب چی قرار بوده به این احساس عضویت در این شرکت رو بیاموزه؟ چی قرار بود در این احساس خانواده بودن و از یه خانواده بودن و آموزش بده، بهش این احساس رو تو دلش پرورش بده؟ چی؟ پدرم نکرد، مادرم. پدر و مدیر خانواده است، مثلا تو جامعه مرد سالاری مثل ایران پدر مدیر خانواده است. مادر حرف زیادی برای گفتن نداره، به خاطر اینکه بارها هم دیدم هر موقع اگه حرف زیاد میزد پدر من، این ارسطو فراخ نژاد، مادرمونو میگرفت میزد، خانم نوازبانو ایزدی. اونم دل خونی از دستش داشت، هر دفعه اظهار نظر خاصی میکرد پدرم میگرفت میزدتش، جلو رو من، جلو رو خواهرم کمکش میداد، خواهرم کمک میداد به پدرم که مادرمونو بزنه دوتایی. اینم خواهر ما دست پرورده پدرمون بود، دست پرورده پدرمون نبود دیگه. توضیح دادیم که پدرم مدت توضیح دادم که پدره نبود که اینو پرورش بده، در این چه یه حالته‌ای شده بود مثل اینا یه موجود درنده‌ای که مثلا موجود درنده شماره 1 پدرم با موجود درنده شماره 3 خواهرم میافتادن به جون مادرم. نجاست، پدر نجاست دختر نجاست بار میاره، پدر بی‌مسئولیت دختر بی‌مسئولیت بار میاره. خدا نیامرزتش، یه مقدار شعور کم خودش بود،
این مقدارش به خاطر تاثیر بد فرهنگ جا افتاده ایرانی بود. در هر صورت این موجود کاملا بی‌مسئولیتی بود. ارسطو فراخته که میخواست کمترین زمان ممکن رو با خانوادهش بگذرونه، ولی بیشترین انتظارها رو هم داشت از خانوادهش، از بچه هاش، که افتخار آفرینی هم واسش بکنن. فکر کن شرکتی که تو کمترین وقت رو میذاری روش، کمترین سرمایه گذاری رو میخوای بکنی، ولی بیشترین انتظار هم داری. انتظار داری این شرکتت چون دنیا رو هم پاره بکنه. متاسفم که یه همچین موجوداتی اجازه دارن که تولید مثل کنن و یه موجوداتی عوضی‌تر از خودشونو سر به راه دنیا بدن، سر به دنیا بدن، مثل خواهرم خانم ویدا فرخ نژاد، کفدار ویدا فرخ نژاد. برادرم فرخ نژاد هم تو همچین خانواده‌ای بزرگ شد. اونم اصلا احساس مسئولیت خب نسبت به برادرش نمی کرد. کس ننه تو، کس ننه اون، کس ننه اون. وقتی هم واقعا ازش میپرسیدی چرا، حرف حسابش این بود که خب وقتی من نیاز داشتم پدرم به من گفت کس ننت. خب حالا من چرا باید احساس مسئولیت بکنم به تو و اون و اون و اون یکی و کس ننه شما دیگه. وقتی من نیاز داشتم همه گفتن کس ننت، خصوصا پدرم که قرار نبود بگه کس ننت، مسئول اصلی بود. پس منم احساس مسئولیتی نسبت به بقیه شما مادرقبا ندارم. و خب اینجوریه که نسل به نسل این فرهنگ بی‌مسئولیتی نسل به نسل دست به دست میچرخه، میره به نسل‌های بعدی. نسل به نسل انتقال پیدا میکنه. نسل به نسل میگم من مسئولیتی از کسی ندیدم اطراف خودم، پس چرا من مسئولیت نشون بدم؟ من دیدم که بقیه واسهشون بی اهمیت بود وقتی من نیاز داشتم، وقتی من 5 سالم بود. چرا من باید اهمیت بدم؟ من مطمئنم که سر من نبود که پدر من یه دفعه اخلاقش اینجوری شد که نمیخواست با خانواده رابطه داشته باشه. قشنگ حالتی که مشخصه خواهر من از بچگی به قول انگلیسی نگلکت شده بود. یعنی خواهر برادر من اونا هم از بچگی عین من، پدرمون نمیخواسته باشون وقت بگذرونه، نمیخواسته باشون ارتباطی برقرار کنه، رابطه‌ای داشته باشه، نمیخواست. اینم نتیجهش. یه مش دزد، خائن، دروغگو، خودخواه، عوضی سر بر دنیا داده پدرم. خدا نیامرزتش. گفتم این ویدیو رو هم بسازم که حداقل اونایی که الان پدرن ببینن، متوجه بشن که یه موقعی ممکنه یه خارکسه‌ای مثل من، بچهشون یه خارکسه‌ای مثل من بشه و اگه واقعا پدر بدی هستن، اون خارکسه‌ای که مثل من هست پتهشون رو بعد از مرگشون هم شده میندازه رو آب. پس بهتره همین الان اون پدرها، اگه پدر هستین، احساس مسئولیت بکنین
نسبت به بچه هاتون، بخواین با بچه هاتون باشین، وقت بگذرونین، حرف بزنین، مکالمه کنین، مشورت کنین، باید بخواین این کارا رو بکنین. اگر نمیخواین در آینده یکی از بچه هاتون مثل من پته نجاستتون رو بریزه رو آب بعد از مرگتون، حتی بعد از مرگتون هم که شده پته نجاستتون رو بریزه رو آب، بگه چه موجود مزخرفی بودین زمانی که پدر بودین، زمانی که زندگی میکردین. اگه اون کارو این اتفاق نمیخواین براتون بیفته، وقت بذارین برای خانواده‌تون. مسئولیت شماست خانواده‌تون. بچه هاتون نخواستن که بیان تو این دنیا، شما خواستین که بچه هاتون بیان تو این دنیا، پس شما مسئولیت دارید نسبت به بچه هاتون. بچه هاتون هیچ گونه مسئولیتی ندارن که واسه شما حالا افتخار بیافرینن یا افتخار نیافرینن. اون هیچ گونه مسئولیتی ندارن. شما خواستین کس بکنین، حالا شما مسئولین که اون چیزی که بلدین، اون چیزی که از این دنیا درک کردین رو با صرف کردن وقت برای بچه هاتون توضیح بدین، بشکافین، مکالمه کنین، مشورت کنین. بچه هاتون نخواستن بیان تو این دنیا، شما خواستین اونا بیان. بچه هاتون هیچ مسئولیتی نسبت به شما ندارن، ولی شما مسئولیت دارین نسبت به بچه هاتون. و الا ما شغال کفدار گرگ آشغال دارین تحویل اجتماع میدین، همونجوری که ایرانیان صدها سال دارن میکنن. از جمله زرتشتی ها، از جمله خانواده و فامیل ما صدها سال دارن گه تحویل اجتماع میدن. اجتماع ایران هم شده گه رو گه رو گه رو گه.